ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. Нашри навбатии барномаи Аниси кунҷи танҳоӣ меҳмонихона дони шумост. ва ин лаҳза қаҳрамони навбатии барномаи мо ҳастанд. Иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст Холид Шарифов. дуруд ба шумо Холид. ташаккури зиёд. шуморо ба барнома хуш омадед мегӯем. ташаккур. хуб биёед дар оғози барнома як шеъри ватандӯстона қироат кунед. با غوبه‌ها داریم از بابا حاجی قیمت‌تر از وطن نیست چیزی بروی عالم راحت به جان و تن نیست به روی آن یگان دم بر خاک گنج ریزش آزاد پا گذاریم در دامن عزیزش اوج و برار داریم محصول و ثروتی ماست محصول و ثروتی آن اقبال و شهرتی ماست اقبال و شهرتی آن از ملک خود به دنیا ما افتخار داریم در پهناش سراپا باغ و بهار داریم. آفرین به شما خالد. خالد چگونه که ما اطلاع داریم شما طولی چند سال است که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است اشتراک می‌ورزید. خوب بگویید که در این سال علاقه دور مؤسسوی و دور ناحیوی برگزار کردید. شما اشتراک نمودید و چگونه برآمد کردید؟ بله، من در آزمون در دور مکتبی و ناحیوی اشتراک کردم و البته که در دور اول یعنی در دور مکتبی کم ترس و هراس داشتم ولی توانستم که به همه سوالهای آنها جواب دهم. آفرین به شما. خوب بگویید که طولی چند سال است که در این آزمون شما اشتراک می‌ورزید؟ طولی 3 سال است که من در این آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است اشتراک میکنم. آفرین به شما. شما حالا در صنف چند تحصیل میکنید؟ من حالا در صنف 3 تحصیل میکنم. در شهر دوشنبه در کدام مؤسسه؟ در شهر دوشنبه در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 39 ناحیه شاه منصور. آفرین به شما. خوب از سال اولی که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است شرکت ورزیدید نمینه ادبیات بچگانه و آثار شفاهی را انتخاب نموده بودید؟ بله، من ادبیات بچگانه و آثار شفاهی را برای خود پیشنهاد کردم. این نمینه را برای چی محض این نمینه را انتخاب کردید؟ چون که این نمینه را بسیار دوست می داشتم. شعرهای بچگانه و لطیفه های شوق آور دارند و با حکایات افسانه های جالب. آفرین. پس شما چون گفتید که لطیفه های خیلی شوق آور دارند بیاید یک چند تا لطیفه برای ما نقل کنید. بیمار به نزد طبیب اومده از درد خود شکایت میکند. طبیب میگوید دردت بی‌دوا. بیمار میگوید وا این چه خیلی درد بوده است. طبیب میگوید حسود. بیمار میگوید بعد چی میشود؟ دکتر میگوید تو رو میخورد. آفرین. خب باز معلم از طلبه ها میپرسد که یکم سپتامبر روزی چیست؟ یک طالب دست برداشته جواب میدهد روز لباس نشاندهی. آفرین. باز یک تای دیگر بگویید. پسر جان چرا تو روزنامه رو در کنج خانه گذاشتی؟ مادر جان من او رو برای دو داشتنش جزا دادم. آفرین به شما. خالد در طول 3 سالی که در این آزمون اشتراک نمودید چی را به خود قبول کردید و چی غذای معنوی گرفتید؟ من خیلی چیزها رو فهمیدم و از بس که در این آزمون طول 3 سال است که اشتراک میکنم آنقدر هم ترس و هراس ندارم و من امیدوار هستم که جایهای نمایان رو در آزمون گیرم. آفرین به شما خالد و واقعا هم هر نفری که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است از روی نمینه ادبیات کودکان نورسان و آثار شفاهی اشتراک می نماید باید این غزل‌های زیاد بداند نه تنها از ادبیات بچگانه بلکه از ادبیات معاصر و ادبیات کلاسیکی و حتی از ادبیات جهان نیز برخوردار باشد. خب بیاید برای ما یک غزل قرائت کنید. غزل از کمال خجنده. دوست می دارد دلم جور و جفای دوست را دوستتر از جان و صد درد و بلای دوست را زحمت خود با طبیب مدعی خواهم نمود تا بسازد چاره درد بی دوای دوست را چون مرادی دوست جان افشاندن است از دوستان زودتر دریاب جان من رضای دوست را گر بدل کردی به صد فردوس گردی کوی دوست رایگان از دست دادی خاک پای دوست را
دست بوسی دوست خواهی بیشوده است از دو کم دستی آلودن نشاید مرحبای دوست را دوستی های همه عالم برو از دل کمال پاک باید داشتن خلوت سرای دوست را. آفرین خالد، احسن به شما، قرائتتان خیلی خوب. و خالد، من فکر میکنم که همه آن نفرانی که این حال ما و شما رو تماشا کرده ایستادند میخواهند که از زبان شما افسانه شنوند، زیرا افسانه خیلی برای کودکان نورسان، برای همسالان شما خیلی شوق آور است و برایشان بیاید یک افسانه جالب از ادبیات کودکان نورسان و آثار شفاهی نقل کنید. تنگه های آسمانی از برادران گریم. مرحمت. بود نبود یک دخترک بود، او تنها بود، هیچ کس رو نداشت. در راه می رفت، هوا سرد بود. از پیشش یک مرد برآمد. آن مرد گفت ای دختر جان، این نیم نانت رو به من نمیدهی؟ دخترک نیم نانش را به پیرمرد داد و سپس به راهش دوام کرد و باز از پیشش یک پسرک برآمد. پسرک گفت وای گوشهایم خنک میخورند، به من کلاهت رو نمیدهی؟ دخترک به پسرک کلاهش رو داد و باز می رفت که یک پسرک می گفت وای خنک خوردم، به من پالتویت رو ده. و دخترک به او پالتویش رو داد و تنها در جنگل قدم می زد. روز تاریک شد و از بالا یک چیزی به سر او زد. به مثل ستاره ها بودند، اما آنها تنگه های آسمانی بودند. دخترک تنگه ها را جمع کرده زندگی خود را با خوش و خرسندی دوام نمود. آفرین، خیلی افسانه شوق آور. خالد، فکر میکنم که در برابر دانستن افسانه ها و اینچنین لطیفه ها و شعرها شما اینچنین چیستان های خیلی جالب از بر کرده اید. بیایید برای ما چند تا چیستان بگویید. هم دوست است و هم دشمن، شبانه روزی با من، هم گرم و هم عاقل است، هم نرم و هم جاهل است، هم تیغ برو است او، هم جهانی ما است او. تحفه پدر باشد، هدیه مادر باشد، هم تلخ است و هم شیرین، بگو چیست جواب این؟ جواب این چیستان سخن باشد؟ بله. خب پس بیایید باز یک تای دیگر بگویید. میخواستم که چیستان ایجاد کرده خودم را بگویم. مرحمت. چون الماس دندانش تیز، از او همه در گریز، یاله های بسیاری او زیب داده روی او، نه کشد یک نفس همه گریزد از ترس. شعر باشد؟ بله. آفرین، این چیستان رو خودتان ایجاد کردید؟ بله. احسن به شما. شما در برابر افسانه ها، چیستان ها، اینچنین لطیفه ها فکر میکنم که حکایه های جالبی از ادبیات بچگانه مطالعه کرده اید. خب برای ما بیاید یک حکایه نقل کنید. رعناگل از محکم پولاد. رعناگل این سال به صنف یکم می رود، اما خیلی هم بسیار گپ می زد. باره در مکتب وقتی که معلمه درس رو میفهمد بسیار گپ زد و دل رعناگل گپ زدن معلمه زده است و گفت که ای معلمه یک دم خب نشین. معلمه او رو جمع کرده این رو به پدر و مادرش گفته است. پدر مادرش او رو جمع نکرده است، گفته است که دخترم تو نمیتوانی که در یک دم زینه‌پایه ها رو برایی، باید هر روز یک زینه‌پایه به بالا روی، یعنی تو باید آهسته آهسته یادگیری همه کار رو و باید بسیار گپ نزنی چون که این نظری آداب نیست. رعناگل هم خطای خودش رو فهمیده دیگر اجرا نکرد. یعنی دیگر در درس به معلمه خلل نرساند و با دقت درس رو گوش کرد. چونی؟ بله. آفرین. خب خالد بگوید که شما از ادبیات بچگانه بیشتر کدام شاعر رو دوست می‌دارید؟ بیشتر مرادعلی صابر، عبدالستار رحمان را دوست می‌دارم. از این شاعران چند تا شعر از بر کرده اید؟ از این شاعران بسیار شعر از بر کردم. خب بیاید شعر دوست داشته خود رو قرائت کنید. از مرادعلی صابر. سر می شود به عالم راه مراد و مطلب، از حکمت معلم از آستان مکتب، به مکتب و معلم عالم چه تنگ و تار است، با مکتب و معلم آدم بزرگوار است. آفرین به شما. ما تمنا میکنیم که شما امسال در دور نهایی آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب از سزاوار جای نمایان گردید.
ташаккури зиёд. خب شما به همه آن نفرانی که عین حال ما و شما رو تماشا کرده ایستادن در آخر صحبت چی گفتنی هستید؟ ба ҳамсоёни худ тавсия додани ҳастам ки медонем ки таътили тобистона ҳам дар наздик аст ва мегӯям ки онҳо дар таътили тобистона вақтҳои худро бекор нагузаронанду ба хондани китобҳо, мутолиа кардани китобҳо вақт гузаронанд ва мисли ман дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст иштирок кунанд. آفرین به شما. ما باور کامل داریم که امروز کودکان نورسان بیشتر به کتابخوانی جهد و تلاش نموده ایستادند. خب بار دیگر به برنامه خوش آمدید. تشکر زیاد. بینندگان عزیز یادآور می‌شویم که قهرمانی نوبتی برنامه ما بودند خالد شریپوف، اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است. ما در اینجا می‌رسیم به فرجام برنامه تا برنامه‌های دیگر شاد و مسرور بمانید. خیر.